تصور کن پسری که از محله‌های ساده شروع کرد حالا یکی از سریع‌ترین و بهترین‌های جهان شده. این داستان کیلیان امباپه است. کیلیان امباپه جوونی که از خیابون‌های هومه پاریس شروع کرد و با سرعت و تکنیک و ذهنیت بی‌نظیرش به ستاره جهانی تبدیل شد. نه فقط به خاطر مهارتاش، بلکه به خاطر تلاش بی‌وقفه و ایمان به خودش راه موفقیت رو هموار کرد. هر دویدن، هر گل، هر پاسش نشون دهنده قدرت و اراده پشتکاریه که داره. داستان امباپه یادآور اینه که هیچ کس نمیتونه جلوی یک ذهنیت قوی رو بگیره. اگه دنبال انگیزه واقعی و داستانی هستی که بهت انرژی بده، این ویدیو رو از دست نده.